کسایتی و بهرمندین کرد پرنو هر یک بریا خوره دخوازه جه خود ناو ملت خود چیکه. هر وها برنگکی باش خدمت دوزا ملت خود بکه. جوانجی نویسکار و لیکولینر کرد بهجت احمده. نویسکار و لیکولینر بهجت احمد حسن دایک بوی باجار دیرکی سال 1984 هاتیه لسر دنیای. جمال باتکی کرد پرور لسر ریباز بارزان یه نمره. همو بشو خوناغین خواندنا خویا جبری زانکوی لباجار خود دیرکی بداوی آنیه. لسالین 2010 بهجت احمد باورنامه بکالوریا ورگرد و پشتر ناو خوالی زانینگاه شاما پای تختا سوریه بشه میجو تومار کر. او درچوی بشه میجوی و پشتر جی ماستر ده همان واریده ورگرده. نویسکار و دیروکناس کرد بهجت احمد لگلک باجارو کن سوریه وانه این میجو دبستان سوریه دادن. مینا دبستان شامه و دورا جزیره روش آوای کردستانی. نویسکار بهجت احمد دو پرتوکین وی هنه. یک بناوی درباز بوند ناوا میجویا دیرکی آنوده آنگو مدخل الى تاریخ دیرک الحدیث. پرتوکا دوانجی نهاده بین چاپه ده بناوی موسوعه شامله لتاریخ دیرک. لیکولینر بهجت احمد شش لیکولینن بلگه کری لسر میجویا باجار خواه هروها میجویا گلی کرد جی هیا. سرباری کو نویسکار بهجت احمد خدانه بهتر جه 1500 گوتاریه. برهمینوی دروشنامه و گوار و روپلین الکترونی ده ین جهانی و کردی هاتنه و شاندن. نویسکار بهجت احمد دخوازه بریا نویساندنا پرتوکین خواه و لیکولینن لدوف میجوین باجار کردی و دیرو کاملت خواه بدن آسکرن. و نفش نوش جوانین کردجی بدیرو کاملت وانو واره وان بدن آسکرن. ایلاف بادره.